عزیز یوتیوب، آقا چطورید؟ امروز اومدیم با ترجمه ایونت کال آف دیوتی از نایف جدیدی که اومده. یه دونه پازل FTL داره و یه دونه این نایف رو داره و یه دونه هم این چیز رافائل داره، خنجر رافائل داره و یه دونه هم اودن هستش که اودنش حالا طرح جالبی نیست. ولی خب ما میریم سراغ اولین ایونت. گفته 3 بار از UAV استفاده کن. بچه UAV چیه؟ UAV توی اسکارسکراس و UAV هم که میبینید همین اولی از همه هم دارن UAV و کار خاصی زیاد نباید بکنید سر این ایونت. 3 بار گفته استفاده کن. بعد و اینجا FTL رو میده بعدیش و بریم سراغ ترجمه ایونت بعدی، همون قسمت بعدی از ایونت که گفته 1000 بار از اسکارسکرا امتیاز کسب، یعنی 1000 بار از اینا امتیاز کسب. و بریم سراغ ترجمه بعدی که این نایف خوشگل رو میده که واقعا فوق العاده است. نوشته 5 بار یه انمی رو بکش با استفاده از نایف یا همون میل فکر کنم، نمیدونم ولی نایف هم بهش میگیم. 5 بار بکش. بریم سراغ ایونت بعدی. خب اینجا زیاد چیز خاصی نمیده و آره دیگه. و اینجا گفته 10 بار انمی رو بکش با بلید شادو و اپراتور اسکیل. بچه ها این اپراتور اسکیل چیه الان بهتون نشون میدم. ایناش بذارید، اینا بلید شادو که من ندارمش ولی خب شما میتونید راحت اینو بگیرید و استفاده ازش کنید و توی استور هم بچه ها هست. بذار بریم بهتون نشون بدم. توی استور هست همچین چیزی. ای بابا این چیه؟ درخواست ندید. توی استور بله میبینید که بلید شادو هست و 2000 تومان سی میخواد. چیز زیاد اونجوری نیست که نتونید این نایف جدید بگیرید. بچه ها لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، دمتون گرم، زنگوله رو بزنید، لایک کنید که هر موقع ویدیو گذاشتم با خبر بشید. بریم سراغ ایونت بعدی، اینو که ترجمه کردم و این ایونت که بهتون نایف رو میده. گفته 15 بار با اسلحه های نایف 15 بار انمی رو بکش با اسلحه های نایف و خیلی آسونه. این واقعا پیشنهاد میکنم همین اولیه رو برید. ولی خب گفته 2 بار مدال میلی مستر رو بگیر. خون بالای آسون تره دیگه. و بریم سراغ آخرش. گفته با سلاح جدید که همین سلاح هستش که الان میبینید 15 بار انمی بکش. و اینم از این بچه ها، اینم از این ویدیو. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. لایک رو بزن، زنگوله رو بزن که هر موقع ویدیو گذاشتم با خبر بشی و کانال سابسکرایب کن. دمت گرم. چیز دیگه ازت نمیخوام. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.